آقا سلام، چش اصلی اومد اینجا با حاجی جون. روزا آقا همون روزای دیگه همیشگی برگشت دیگه. آقا من اولا که حاجی برگشت که باعث سر قیافت امروز یه ذره ریشمی شد اینا. من چند روزی آقا جدا از این که حالا اینستاگرام نداشتم خیلی کارهای درست حسابی کردم که حالا صداش ان شاءالله خدا بخواد تا یه ماه دیگه در میاد. یه چند تا برنامه میخوام آقایون، به نظر شما ما این هفته‌ای که داره میاد بریم شیکاگو بچرخیم یا که بریم الی ماشین رو بگیریم 2 ساعت رانندگی بکنیم بریم یه جایی از چی اسمش؟ بیگ بر. بهش میگم بیگ بر، یعنی خرس کونی. اینقدر دل من برای شما ابوالفضلی برای این لازم. من آخه میدونی که من اینجوری صحبت میکنم فکر میکنم شما اونورین. گرفتی؟ به نظر شما شیکاگو بریم یا که بریم اون بیگ بر بریم با ماشین میتونم اون 2 ساعت هم به شما نشون بدم. آره اون خوبیه اون لیک چی بیگ بر اینه که از خونه 2-3 ساعت راه از لس آنجلس به اونجا میتونم اونجا رو برای شما ویدیو بذارم. بعدم داداش من تصمیم گرفتم چون میخوام برای روز تولد من 26 دی یادتون نره اگه پیجم نداشتم هم پیش حاجی باشین. میخوام یه کار میخوام به خون بکشم منطقه رو چاک بدم. نمیخوام دیگه لباس بخرم، جا هم ندارم لباس بذارم. شیکاگو بری، شیکاگو شبیه نیویورکه، فقط باید برید تو این پاساژ ماساژا دور بزنید. بریم همون ولش کن، بریم همون الی. آقا پنجشنبه میریم الی ولی الی نمیمونیم، با ماشین میخوایم بریم یارو زنکوست چی بود اسمش؟ بیگ بر خرس قهوه‌ای نگایده. آره بابا بهتر شده، یه ذره با هم صحبت میکنیم، داریم میریم سر کاری 2-3 ساعت دیگه هم میخوایم بریم موها رو کوتاه کنیم. من حاجی با هم دیگه هر کاری دارین همینجا بگین چیکار با من دارین. آخه چیکار دارم؟ خدا وکیلی یعنی به من ثابت کردین، به من شک داشتم ولی به من مطمئن کردین که اگر به مردم احترام بذاری، با مردم خوب باشی، مردم بیریا با تو هستن. اینو به من ثابت کردین به حضرت عباس. جان بخواین برای مردم من میکنم. هیچ بیری منم که میدونی هادی از چشای منو ببینا بیریا خالقوسه بازی توش نیست اصلا. یه ذره غضب و خشم توش هست ولی اون نیست. دیگه همین دیگه آقا، مواظب خودتون باشین، برای خودتون دردسر درست نکنین، فقط بچسبین به یک نفر اون بالایی، همینو بس. این شعر حفظ بکنید، میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میداره. الان میگین گاییدی هم یه دونه رو بلدی، یکی دیگه هم بلدم حاجی به من یاد داد. میگه باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میچکد از بام خانه، حاجی بودم میپریدم پول در میآوردم خواهر همه رو میگاییدم. خاموشش نکن گرمه اوناش تو نباشی. یک خوبه باشه نمی سر گو من ریختم خود ریختی. آقا دیگه همین دیگه، آلاوی و همتون دیگه همین. دوباره باید تو راه آرایشگاه دوباره صحبت میکنیم کجا هم مثل قدیم دیگه، فعلا تا اون یکی درست شه. آره همین آقا، قربانت، خداحافظ. کارنر جان چیزی هست جا گذاشته باشم؟ جان نه، همه چیز دیگه ماشاءالله. میگم دست به گفتنت خوبه. نگه داشته باش. آقا چاکر رفقا، منزل حاجی گوشیده که نمیتونم بده به من که، فهمیدی؟ داریم میریم شام. هوا بارونی حاجی، خیلی تخمیه حاجی، نمیتونم بگم کیریه چون گوشی حاجیه. بچه هوا خیلی تخمیه، تو رو خدا از حاجی انتقاد نکنین چون شما تعدادتون اونقدر نیست. عقابای کله سفید تعدادشون خیلی بیشتر از شماست. هیچی نگین. آره تیپ منم ببینید. داره خونه حاجی دیگه اینجا بود باشم دیگه، اونجا خونه خودم که نداره. یوتیوب که دیگه کم میذارم چون خیلی مکافات داره. اینا شلوار رو ببین، تیپ حال کن. بدن که میدونی بدن شما نشون بودم اینجا، بدن اصلا. آره داداش از جریان باشین، شاید سر من اینجا نیستم، این درست میکنم 20 آب هنوز همون تخمی همون جوریه. آره حاجی کفن در کرده. این بالاش خیلی، این خیلی قشنگه. نبض حاجی رو بچه ها بگیرم میرم حاجی بوشه آشکار نفس. خودم اتکلون دوش گرفتم اینجا خونه حاجیه.
باز دوست دارم که اتکلان حاجی رو بازم. این چیه باز افغری؟ عجب بوی میده این. کرمای حاجی رو باید بده. این کرم برماش گرونن همه. کرمای حاجی جون گرونه اینا $100 نم $200. توی دماغ بزن. قدیم موازیم بریم لب بگیریم توی دهنم اسپری میزدیم، اسپری زیر بغل.